ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. آیه 36 سوره حج. در آیات قبلی هم الله متعال یاد از مراسم حج کرده بود و او جاهایی را که الله متعال نشانه ها یا شعائر اسلام قرار داده تعظیم از او را برای مسلمانان لازم کرده بود که مسلمانان باید از صمیم قلب احترام و تعظیم امی شعائر بکنه. علتش هم است که اینمی تعظیم شعائر از تقوی قلب میشه و این سبب رضامندی الله متعال میشه، چرا که کمال بندگی یک انسان زمان آشکارا میشه که امری که در ظاهر عقلش نمیپذیره، لیکن چون که فرمان الله متعال رفته دو انقیاد بکنه، تابعداری بکنه. مراسم حج امی صورت داره. از امو خاطر است بعضی مغرضین و مردمایی که نعوذ بالله در دنبال شبهات میگرده در مورد مراسم حج اعتراضات و انتقادات داره. کسی اعتراض میکنه که کعبه خو یک خانه است دیگه، از گل و خاک ساخته شده، از سنگ ساخته شده، چرا اینقدر قابل تعظیم است؟ دیگه اعتراض میکنه که صفا و مروه چیست؟ دو کوگک است در اونجا، گردش چی مفهوم داره؟ دیگه میگه در میدان عرفات در بیابان خشک استاده شدن چی مفهوم داره؟ دیگه میگه تمثیل زدن شیطان چی مفهوم داره؟ دیگه میگه قربانی اینقدر مال کشته میشه در یک روز، این چی مفهوم داره؟ یو نمو مردمانی هستند که همیشه دنبال شبهات میگردن، میخوان که در قلبای بعضی مسلمان ها این گپا را بگذاره. ما بارها این گپ تاکید کردیم، براتان گفتیم زمانی که کسی از فلسفه و حکمت یک چیزی سوال میکرد که برات میگه اینی نماز چرا چند اینی قدر رکعت است یا چرا الله روزه را فرض کرده، فقط یک حکمت برش بیان میکنه، بگو دری تمثیل حکم الله متعال است، یعنی اجرا کردن و فرمان برداری از نظام الله متعال است. امی خودش موجب رضامندی الله متعال میگرده. زمانی که کدام امر و فرمان الله برات کرده تو او را انجام میدی، الله از پیش راضی میشه. امی حکمتش است. ضرورت به این نداریم که ما بگوییم که چرا و چرا اینطور شبهات فقط و کسایی میندازه که نمیخوان که اسلام یا مسلمانا یک عبادت به وجه درستش انجام بده. از امو خاطر روی شبهات کار کرده رایستن تا که در قلب مردمی گپا را بگذاره. از امو خاطر در اینجا آیات قرآن کریم الله متعال بار بار تاکید میکنه که این موضوع عالی نیست. امتای سابقه را هم برشان جایگاه قربانی قرار داده بودیم، قربانی میکرد، اما تفاوتی است. امتای جاهلیت هم قربانی میکردن، لیکن قربانی از وا به نام بتا بود. اینجا قربانی به نام الله متعال است. الله متعال احسان کرده که حیوانات بزرگ تابع و تسخیر شما کرده که شما از او بهره برداری میکنه. از او خاطر شما در هر معامله فقط توحید و یکتاپرستی الله را در نظر بگیره. اگر مسئله قربانی باشه، طواف باشه، این کلش در اینجا عبادت کعبه نمیشه، عبادت شطر نمیشه، عبادت عرفات نمیشه، عبادت صفا و مروه نمیشه. عبادت حق الله متعال است، به هیچ کسی دیگری نمیشه. این فقط علامات دین الله متعال تعیین شده. الله متعال تو بنده را امتحان میکنه که اینمی مراسم یا اینمی قسم عبادت چه قسم به مو قسمی که پیغمبر بر تشریح کرد انجام میدی یا نمیدی. از او خاطر الله متعال صفت مؤمنا را ذکر کرده بود که مؤمنا کسانی هستند که به مجرد نام الله برشان یاد میشه، چون معرفت قوی با نام الله داره، دلهایشان چی میکنه؟ پر از خشیت میشه. از امو خاطر وقتی که نام الله برش گرفته میشه قلبشان پر از خشیت میشه. هر معامله و هر نوع حکم سختی که بر ازوا داده میشه بالکل منقاد و تابعدار است، نه انتقاد میکنه نه اعتراض میکنه، تسلیم است. از او خاطر گفت والصابرین علی ما اصابهم. در میدان زندگی که الله متعال هر نوع سختی و تکلیف برش پیش میکنه، با بسیار خوشی دل او را قبول میکنه، میفهمه که از جانب الله متعال است. خصوصا این مردم ها در هیچ وقت سراسیمه نمیشه. اگر هر نوع
فراز و نشیب در زندگیشان پیدا میشه، امو رابطه خدا که به امرای الله متعال داره به هیچ وجه قطع نمیکنه. امو رابطه خدا نگاه میکنه که مقیمی صلات است و همچنان لحاظ و رعایت حق مخلوق هم در نظر داره که و مما رزقناهم ینفقون است. الله متعال در اینجا باز اشاره به شترها میکنه، چون در ایام حج اکثر قربانی ها توسط شتر میشد. پیغمبر علیه السلام و کسایی که در حج می آمدن اکثرشان شتر قربانی میکردن، از او خاطر یاد از شتر شده. الله متعال میفرماید که یوم از جمله شعائر الله است. شعائر خود جمع شعیره علامه و نشانه را میگه، هر آن چیزی که نشانه بالای دین الله باشه او را به نام شعائر یاد میکنه. امی شترام از جمله شعائر است. چرا؟ نشانه دین الله متعال است. چه رقم نشانه دین الله متعال است؟ در او زمانم و آلی هم امی گپ است. زمانی که کسی در طرف حج و عمره می رفتن قطع خود قربانی می بردن، امی مال خود که طرف قربانگاه می بردن به سوی حج نشاندار می کردن. از امو خاطر هیچ کسی به این قربانی تعرض نمی کرد. تیره کسی حتی اگر صاحب شام نمی بود، چون در گردنش علامه حج بردن اینمی شتر می بود یا مال می بود، کسی بری تعرض نمی کرد، دزدیم نمی کرد. چرا که مالی بود که وقف شده بود برای الله متعال که در سرزمین حرم ذبح شود. الله متعال میگه که اینمی از جمله شعائر الله هست، یعنی نشانه دین الله متعال است. دین الله اینقدر قابل احترام است، هرگاه که نام دین سری امی شترم مانده میشه، امو شترم مردم تعظیم میکنه، غرض نمیکنه. از امو خاطر است که مؤمن واقعی کسی است که احترام از زیر داره. کدام چیزی که به نام الله میشه آلی او را ضایع نمیکنه. مالایی که تعلق وقف مساجد میشه، چاها میشه، در منافع عامه میشه، مسلمان ها باید بسیار اهتمام قوی در حفاظت ازی داشته باشه. اینطور نشوه که خودشان نعوذ بالله دزدی گپا شوه. تاسف در اینجاست که آلی اسباب و وسایل مسجد پودریا و همین مسلمان ها دزدی کده است، حالان که هر مسلمان مکلفیت ازی را داره که این چیزی که از جمله شعائر الله گفته میشه او را تخریب نکنی، او را دیگه هم آباد بکنی. از او خاطر چیزای از او را قابل احترام داشته باشی. آلی مسجد دروازش واز باشم، قالینش باید کس نبره و سپیکرش کس نبره، به خاطر که از جمله شعائر الله است. و کسی که عقیده به الله داشته باشه حتما همینطور احترام داره. الله متعال در اینجا بر ما یاد میکنه که بی حیوان بزرگی که یک طفل الله متعال طور مسخر کرده، یک طفل میگیره در گردنش نقطه را میکنه، در پوزش، بعد از او یخ برش میگه پایین میشه. فرمان یک چوچگک برش کفایت میکنه که اینمی حیوان به این تنوع و قوت بزرگش تابع تو است. الله متعال بر انسان میگه که او انسان تو بی که الله متعال برای احترام تو، برای از اینکه تو مشاکل و امور خود در زندگی چه قسم توسط حیوانات بزرگ پیش ببری، الله چه رقمی حیوانات برات مسخر کرده. اما اگر این حیوان یک مرتبه دست به سرکشی بزنه، نخواد که صدها و هزارها نفر امیر گیر کنه یا در دم روش کسی استاده شده بتانه. از او خاطر الله متعال متوجه می سازه انسانه که انسان تو بی قدر و شرافت خدا بشناس که الله متعال چقدر انتظام زندگی تو را کرده و چه قسم حیوانات بزرگ رام ساخته برای حمل و نقل بارایت و همچنان از گوشت و از همه چیزایش تو فایده میگیری. سفرهای دور و دراز سرش میکنی و اونجا باز او را قربانی هم میکنی. کلش از جانب الله متعال است. پس وقتی این گپ باشه تو فقط تسلیم به الله باش. چرا این امور کی برات مسخر کرد؟ الله، کسی دیگری نکرده. پس عبادت تو هم خاص برای الله باشه و همین قربانی هم که میکنی به نام الله باشه، نه به نام های دیگه. والبدن، شترایی که برای هدیه طرف در صورت حج کردن مردم میبره، جعلناها، الله میگه ما گردانیدیم این شترا را، لکم برای شما، من شعائر الله، از جمله نشانه های دین الله متعال، نشانه هایی که سبب عبادت الله میشه، یعنی چیزای عبادت الله میشه. لکم فیها خیرون، که برای شما دو به خیر است، از او منفعت میگیره، سفر میکنه، سرش سوار میشه، همچنان از شیرش استفاده میکنه و اونجا بعد از اینکه در محل ذبح رسید در ایام حج اونجا با ذبح میکنه، کلش خیر است. الله متعال رسومات جاهلیت مکمل از بین برد. در زمان جاهلیت کسایی که اینطور حیوان روان میکرد هیچ نوع سواری و گپا سرش نمیکرد. دین مقدس اسلام هم افراط هم تفریط از بین برده. یک تعداد مردم در این مورد بسیار افراط میکردن
با مجردی که نام قربانی سرش گذاشته میشد خلاص دیگه هیچ نوع معامله را با او حیوان نمیکرد. او یک تعداد در قصهش هم نبود تا آخر مرحله را برش معلوم نمیشد که حیوان قربانی و غیر قربانی فرق داره یا نه. نظام مقدس اسلام بنابر ضرورت شخص اگر در هنگام سفر امی حیوانه برای ذبح و هدیه حج خود میبره، بالکل در آنها سوار شده میتونه، از شیرش استفاده میتونه، از پشمش استفاده میتونه. اما زمانی که در محل رسید و ضرورت نبود، تو باید ایره قابل احترام بدانی، چرا که یام از جمله علامات عبادات الله متعال شمرده شده. افسوس است که بعضی قربانی ها را مردم ما و شما یک حیوان که به نام قربانی بگیره خلاص دیگه اگه پایش میده میشه هر رقم میشه میگه قربانی است. او طور نیست. قربانی وقتی میشه که کار در سرش کش کنی، از او پیش تبدیل کرده میتونی. حیوانی که برای قربانی گرفته ای وقتی قربانی میشه که تو کار در سرش کش میکنی. اگر از او پیش او معیوب میشه یا او لاغر میباشد دیگه پول و پیسه پیدا میکنی، از او که خوبتر پیدا میکنی بالکل تبدیل میتونی. این تبدیلی بالکل درست است، الله متعال ده اجازه داده. فذکر اسم الله علیها، یاد کنی نام الله را بالایش، برخلاف زمان جاهلیت که نام بتا را میگرفتن. الله متعال در اینجا میگه ذبح یکی از جمله عبادات الله متعال است. بندگان خدا معمول ساخته که حیوان حلال میشه توسط ذبح، از او خاطر ذبح به نام الله متعال شوه. ببینی که الله متعال چون ذبح یک عبادت است مطابق فرمان الله متعال صورت میگیره، اگر خلاف فرمان الله شوه در سر امی شتر بزرگ نام پیغمبر اسلام محمد رسول الله را بگیری بازم این مردار است، این حرام است. پس چطور شده میتونه این مردمایی که از ابتدا وقتی بچهش در طرف مسافرت میره حیوان به نام اوپیان به نام سخی نظر میکنه، این قطعا گوشتش حرام است، کسی خورده نمیتونه، چرا که نظر غیر راست و ما اوهل به لغیر الله آیات شاملش است. اما تا امروز مردم همی گپا کرده رو ایسته. الله متعال رد میکنه رسومات جاهلیت بود. صواف در حالی که صف زده باشه، دو معنا داره صواف. شترها را در ایام حج قربانی میکردن، صف استاد میکرد باز میزد دمی گلونش. پیغمبر علیه السلام در حج خود 60 دانه شتر قربانی کرده که تقریبا 63 خودش به دست خود ذبح کرده و باقیش به علی رضی الله عنه گذاشته او ذبح کرده. ایرا مردم میگه سخاوت قربانی کردن، ما دل ما به لرزه میباشه که آیا ایرا قربانی بکنیم یا نمیکنیم. چرا؟ پیغمبر علیه السلام این کار میکنه. نشاندهی کمال اطاعت الله متعال است، آمادگی برای قربانی دادن است. انسان خود آماده میکنه. ایام حج یا مراسم حج یک مدرسه بزرگ است، به انسان تربیت میده، تربیت فداکاری و نثار قربانی دادن میده. اونجا وقتی تو از مال خود تیر میشی از جان تام تیر میشی. یک کسی که به محنت و زحمت مال کمایی کرده بالکل در میدان مبارزه جان خودم قربانی میکنه. اما کسانی هست که مال قربانی نمیکنه، آنها با نمیکنه که قربانی سر ما واجب نباشه. عجیب کارا مردم ما میکنه. دوم معنای صواف است که یک پایش بسته کنه، پای چپ از زیر با 3 پای استاد کنه، زانوی یک پای زانوی از زیر قاط میکنه بسته میکنه، بعد از او قصاب بزنه در گلونش تا که خونش بره. وقتی که خون بره خود به خود زوف سری شتر میایه میفته. از او خاطر سنت طریقه در شترها نحر است. نحر امور میگه که در آخر گلون که نزدیک سینه است اونجا رگ میزنه که خون بروه، بعد از او خود به خود شتر میفته، بعد از او باز تو ذبح چیره میکنی تا که خونش نرفته باشه. شتر ذبح کردن هم گپ عادی نیست که کسی همونطور ذبح کرده بتانه. الله متعال طریقه ذبح از او را بر ما نشان داده و سنت طریقه در گوسفند و بز و گپا ذبح است که او را ما و شما از گلونش ذبح میکنیم. این سنت طریقه داری است. در شترها است که قرآن کریم هم صواف گفته و همی کار سر شوه. فاذا وجبت جنوبها، زمانی که بیفته جنوبها پهلوهایشان از همی شترها، یعنی در زمین بیفته ذبحش صورت بگیره، فکلوا بخوری منها از همی شترها و اطعموا القانع والمعتر، خودتان هم بخوری و طعام بده القانع و سایل و فقیری را که قناعت کننده است. او شله نگرفته تو را، خود تو میدانی که همی ضرورت داره حاجت داره تو یک چیزی برش میدی. والمعتر او فقیری که بیقرار است، هر قدر که تو منع میکنید او منع نمیشه. در نماز جمعه اونجا یک بچگه خیسته بود، هر چی که ما گفتیم بیشی نمی نشستن. چرا؟ به خاطری که او وادار شده.
امو ضرورت و حاجت او را بیقرار ساخته نمیگذاره. شله گرفت از دامنت که یک چیزی برای ما بده. الله متعال میگه به هر هم به فقرا بده و هم خود از او استفاده بکن. اینمی کمال اطاعت و فرمان برداری کیسته؟ نظام الله متعال است. کذالک سخرناها، اینمی قسم ما براتون رام کردیم امی حیوانات بزرگه و در خدمت شما گذاشتیم. انسان باید فکر بکنه که انسان الله چقدر ارزش برات داده، چقدر حیوانات بزرگ زیر فرمان اراده تو می باشه که هم از گوشتش استفاده میکنی، هم سفرها را سرش میکنی. این برخلاف رسوم جاهلیت بود و گوشت قربانی را به هیچ وجه ایرا بالکل حرام میدانستن که خود استفاده کنه، بالکل استفاده میتونه. البته هدایا دو قسم است. یکی هدایایی که اونجا حجاج میکنه. اکثر حجاج ما چون متمتع هستن به خاطر شکر گزاری که دو عمل عبادت در یک سفر انجام داده، عمره و حج فرضی و قربانی میکنه. او قربانی نیست که از روز عید میباشه، او در حقیقت هدیه است و دم شکر برش میگه. شکرگزاری که دو عبادت در یک سفر انجام دادی او را حلال میکنی، از او بالکل استفاده میتونی، خودت در اتاقت گوشتش آورده میتونی. حتی امام مالک رحمه الله میگه که مستحب است که باید بخوری، اگر هیچ نخوری یک نوع ملامتی سرت میاد. اما جمهور علما قائل به است که اگر نخوری هم هیچ نوع گناهگار تو نمیشی، لیکن خوردن به تو جایز است. اما یک دم جنایت میباشه، اگر در مراسم حج کدام جنایت بکنی و دم سرت واجب شوه، اونجا باز از او حیوان تو خورده نمیتونی. اینمی رقم نظراست. کسی که نظر گرفته باشه هدفش دادن به فقرا باشه، زمانی که حیوان ذبح میکنه و در امر طاعت نظر کرده باشه، از او باز خودش خورده نمیتونه، در نیت خودش تعلق داره. اگر نیت عام کرده باشه، مخصوص فقرا نکرده باشه، باز میتونه خودش هم از پیشش خورده میتونه. لعلکم تشکرون، به خاطر که شما شکرگزاری بکنه. چرا؟ شکر الله متعال بکشه که یا الله ما این سفرهای دور و درازه با پای خود نمیتونستیم، خصوصا که بار گرنگ هم امرای ما باشه. الله متعال ایطورام نیست که در همه جا بری تو کشتی سفر بکنه. در افغانستان هیچ امکان کشتی نیست، چرا بحر وجود نداره. لیکن حیوانی را الله پیدا میکنه که سری کو چپه میشه، که تمام مشکلات یک انسان توسط طیاره، توسط موتر، توسط کشتی حل نمیشه. ضرورت به این حیوانات است، به هر رقم که باشه. از او خاطر الله متعال حیواناتی را پیدا کرده که ما و شما در تمامی راه ها از استفاده کرده میتونیم. الله متعال میگه شکری از زیرا بکشه. شکر گزاریش چیسته؟ مطابق فرمان الله از استفاده کردن. الله برات گفت ذبح کو، خودت بخو، فقیر بده، در فلان جای ذبح کو، در فلان جای ذبح بکو. همون طریقه را اختیار میکنی. اینمی شکر گزاری الله متعال است. لا ینال الله لحومها، کلان اعتراض است. الله چی نیاز داره به اینکه شما قربانی را ذبح میکنه؟ الله خود جسم نیست، الله خود چیزی را ضرورت نداره، گوشت یا این چیزا را. از خاطر الله میگه لا ینال الله لحومها، نمیرسه به الله متعال گوشتای از ولا دماها، نه خونایشان، نه خونش به الله میرسه نه گوشتش. الله چی ضرورتی داره؟ ولکن یناله التقوا منکم، میرسه به الله متعال تقوا که از جانب شما صادر شده. کدام تقوا؟ مطابق فرمان الله، امر الله را اجرا کردن. الله برات فرمان داده بود این مراسم ادا کردی، اینجا ذبح بکو، قربانی را ذبح میکنی، قربانی را. اینی را میگه تقوا. تقوا امور میگه اونمو قوت انگیزه که در وجود توست که باعث بالای انجام اوامر الله میشه، امور تقوا میگه. زمانی که کدام عمل تو مطابق فرمان الله انجام میدی، این نشانه امو قوتی است که در وجود درونی تو است. امو تقوا نمایان میشه توسط عمل کردی تو. نماز میخوانی، تقوایی که در قلبت است نمایان میشه که بلی یادم این رقم است. امی تعظیم مراسم حج یا شطرا را کردی، این تقوای قلبت بود. این نمایندگی از تقوای قلبت میکرد. در اینجا چقدر نکته باریک الله گفته. نمیرسه به الله لحومش و نه خونایش. خونه چی میکنه؟ خون خود چیزی حرام است، خصوصا در وقت ذبح که کدام خون است او خود حرام است. چرا اینطور میگه الله متعال؟ رد میکنه بالای رسوم جاهلیت. در جاهلیت امی طور بود، حتی از خونش بسیار محترم میشمردن و این را خیلی معظم و مقدس میشمردن. تاسف در اینجاست
که امو خرافات و امو بدعات فعلا در افکار مردم ماست. تعمیر نو جور میکنه، در سر مورش یا خروس یا بزغاله را میکشه، خونش در موره دیوال چی آلوده میباشه و او را معظم میشماره، مقدس میشماره. این را چی میکنی؟ خونی قربانی را مردم ذبح میگن، کاسه برش میگیره خورده را ایسته. و خونی را که به نص صریح قرآن کریم و یکی از جمله محرمات اصولی است که در هر تاریخ الله او را حرام کرده. تنها در شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم انما حرم علیکم المیتة و الدم، مراد از دم همین خونی که در وقت ذبح میبره. و امروز تحقیقات ساینسی شده که جمع کننده تمام میکروبات است.